یه چیزی پشت سرت خیلی من حتی من یه بار دیگه بیارم واسه نگاه دارم روح میخورم. خیلی خوب جواده. خوشم میاد. خیلی بامزه است. فراز جون بیا یه های فایو بزن. من اومدم این در اصلا خب نباید دیگه. ببین این به خاطر این خط مرزی که بین ماست الان چیه فراز جون؟ این خط مرزی بین ایران و فلوریدا، تهران و دلدای بیچه. خیلی باحاله نه؟ شدی؟ خیلی بامزه. خب دیگه الان ما رو عیدیم. چی دوست داری عزیزم بگی برای این افتتاحیه ما؟ چند وقت دیگه است که چند روز دیگه افتتاحیه که میخوایم بذاریم برای مراسم باز شدن بیا تو خاله زنکی کنیم. باید اینجا تو چی؟ آره گرمی اوارد. آره بعد دو تا هنرمند خیلی خفن رو میخوایم بیاریم. یکیشون آقای فراز پورافشین که توی تهران خیلی معروفه. درست میگم؟ تو تهران و فکرم کرمانشاه هم معروف باشه. کجا؟ تو تهران و حومه تهران بسیار معروفه. چه صدایی چه قشنگ. با یه خانومی به نام خانم شری داریم میاریمشون که این شری و فری، حالا اون آقای شری و فری میخوان بیان برامون اجرا بکنن. شری خانم خواهد گیتار بیس بزن. آره بعد این مراسم افتتاحیه من خب چون ایونت پلنرم این جدی دارم پلن میکنم که ما بریم این چیز رو نگاه کنیم و این مراسم افتتاحیه رو و این پیج باحال و این کانال باحال یوتیوب بیا تو خاله زنکی همینزی رو دیگه از این به بعد ویدیوهای مختلف بذاریم و خیلی خوش میگذره. اپیزودهای مختلف رو حتما دنبال کنید و با ما همراه باشید. فراز جون یه تیکه برگ از اون پشتت میکنه یه من خیلی باحاله. من برگا رو نداشتم. ای ببین اینو نمیگیره. آتیش هم میزنی. ببین من با قسمت بابایی میتونم یه ذره بزرگترش کنم همینجور وسط ضبط کردن. یه بار دیگه بزن اونو. آره نه آتیشه نه اون یکی. خب ما اینو برمیگردیم. خیلی دوست دارم ببینم ضبطش چه شکلی شده چون که این قسمتی که ضبط میکنه صفحه‌مو دارم بالا پایین میکنم. ما یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنیم. چی داری دیگه تو دست؟ این هم بامزه بشه. خیلی بامزه است. من خیلی خوش جوادم هست. یعنی قشنگ ما به حالت مثل این چیزا که پشتشون پرده سبز میذارن. ما خب پرده‌مون هم سبز نیست. من از اون میز ناهارخوری خونمون من دفعه بعد این کار اینم صندلی پرده سبز میذارم. فعلا فقط یه 4 تا درخت پشتمونه. من هر کاری میکنم پشت بک‌گراندمو نمیتونم عوض کنم. نگاه کن این همه بک‌گراندهای خوشگل هست ولی هیچ کدومش عوض نمیشه زنه. نمیدونم اینجا میاد میزنه couldn't change together mode scene. شاید باید قطع کنیم دوباره از اول بگیریم. یکی رو که انتخاب میکنی همونو میگیریم. آره خیلی باحاله. بسیار عالی. فعلا ما این قسمت رو که دیگه چند تنگ کنم خیلی بامزه بود این قسمت. ما فعلا فقط میخوایم مژده اومدن گرند اوپنینگ و شروع شدن این کانال رو بدیم که فراز جون و من دوتایی این موس منم تو فراز ما فکرم تو دماغه دیگه چی احساس میکنی؟ خب امیدوارم که اسکرینه این موسه رو ضبط نکنه ولی خب اگر ضبط کرد که اشکالی نداره. در صورت این روز اول ماست و تازه فیگر اوت کردیم که ما دوتا که تو دوتا جای مختلف هستیم چجوری در کنار هم قرار بگیریم. با اسکایپ داریم رو ضبط میکنیم چند تا چیز مختلف امتحان کردیم به این خوشگلی پیش هم ما رو نذار.
و خود اسکرین اسکایپ هم که فقط خودمون رو ضبط کرد اونم میذاریم ولی باحال شده. ولی این صحنه های خزوفی پشتمون خیلی باحاله. من حالا باحاله کلا باحاله همینجوری هم مهم خفنگه ولی خب کلاهی دیگه دارم. در صورت مژده اومدن این کانال رو اونم اینجا رو برمی‌دارم. فرض الان دارم تو دوربین نگاه می‌کنم. الان یه ذره تو بالا پایین شدی؟ نه من بالا پایینی من تو دوربین میخوام نگاه کنم تو رو نمیبینم چون باید تو سفر ببینم. حالا اشکال نداره ما اینجوریم چون از راه دوریم و به امید اون روز که ما نزدیک اینا این بغل نگیدیم سیمی پوش چه بالا قشنگ دستم بخوری از یه دست از بالا میره یه دست از پایین خیلی های چیز باحالیه. در صورت این نخی که بین ماست فاصله بین تهران تا دریویچ فلوریدا و ایشالله که این فاصله کم و کم بشه. فراد قلقلکی من از پایین میکنم ولی خیلی خوب فعلا خداحافظی میکنیم. ویدیو طولانی نشه منتظر گرند اوپنینگمون باشید. 5-5 بای. خیلی خوب فراد من اینو الان بستم